سلام بیننده های عزیز آزاده، برنامه نوید بامدادی است و من مولا رجب یوسفی تا 10 دقیقه دیگر برایتان خبر و گزارش های تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم میکنم. ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه به سرخط خبرهای امروز 19 ینور. پوتین دستور داد که جلب مهاجران به ساختمان ها آسان تر شود. الکسی نوالنی به 30 روز حبس محکوم شد. 2 افسر تاجیک را از دانشگاه های نظامی قزاقستان راندند. ساکنان 2 منزل در خوجند 4 سال است بر سر صاحب ملکی بحث دارند. مقامات تاجیک میگویند بیش از 1 هفته است که در تاجیکستان سرایت به کرونا ویروس ثبت نشده است. برخی ها شبهه دارند. شرح خبرها. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به حکومت این کشور دستور داده است که راه‌های ساده کردن جلب مهاجران مهنتی به ساحه ساختمان را بررسی کنند. به نوشته سامانه رسمی کرمل، این دستور در جلسه جمع‌بسته شورای رشد استراتژی و لایحه‌های ملی نزد پرزیدنت روسیه صدا داده است. به نوشته خبرگزاری‌های روسیه، سخن درباره کارگران از برخی کشورهای علاهیده عضو اتحاد دولت‌های مستقل می‌رود. گفته می شود که جلب مهاجران کاری به کارهای ساختمانی در روسیه با رعایت قاعده‌های بهداشتی عملی می شود. حکومت روسیه موظف شده است تا 1 مارس امسال پیشنهادهای خود را به پرزیدنت ارسال کند. اندری بلئوسوف، معاون سروزیر روسیه، گفته است ساحه ساختمان در این کشور فعلا با کمبود جدی کارگران روبرو است، چون به گفته بلئوسوف به خاطر پاندمی کرونا ویروس و بسته شدن راه‌ها مهاجران زیاد نتوانستند وارد روسیه شوند. رستم مینیخانوف، رهبر تاتارستان، نیز به مسئله کمبود قوه کاری در ساختمان‌ها اشاره کرده گفته است چون این وضع به خاطر محدودیت جاری شده به میان آمد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وعده داده است که مسئله مذکور را با رهبران کشورهای خارجی بررسی میکند. دستور ولادیمیر پوتین برای ساده کردن راه کارگران در ساختمانهای این کشور میتواند برای هزارها مهاجر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان خبری خوش باشد، چون بیشتر مهاجران در روسیه اساساً در ساختمانها کار میکنند و ساده شدن روند جلب کارگران در ساختمانها میتواند راه آنها را به روسیه باز کند. هرچند حالا دقیق نیست که این کار کی صورت میگیرد. با سبب بسته بودن راه‌ها سال گذشته بخشی کلان مهاجران کاری تاجیک نتوانستند بر روسیه روند. سوال اساسی این گروه مهاجران هم حالا این است که کی راه‌ها بر روسیه باز میشوند. رهبر مخالفان روسیه الکسی نوالنی را که بعد از معالجه از آلمان برگشت 18 ینور با قرار دادگاه به 30 روز حبس محکوم کردند. وکیل مدافع او وادیم کابزف گفت که این حکم بعد درخواست خدمات فدرالی زندانهای روسیه صادر شده است. مرافع در اداره کارهای داخلی شهر خیمکی گذشت. نوالنی را به این مؤسسه شام 17 ینور از فرودگاه شرمیتو آوردند. درباره برگزاری مرافعه دادگاهی نه نوالنی و نه حامیان او پیشکی آگاه کردن نشد. وکیلان را تنها اجازه ورود به مرافعه دادند، ولی پیش از این به آنها امکان ندادند به بنا درآیند. نوالنی مرافع دادگاهی را مسخره عدالت نامید. بر اساس قرار دادگاه این مخالف حکومت روسیه تا 15 فوریه امسال در حبس بماند. مقامات روسیه گفتند نوالنی حکم حبس شرطی از روی پرونده سال 2014 عاید به فسادکاری را پایمال کرده است، اما خود نوالنی این را رد میکند. الکسی نوالنی پس از صادر شدن قرار دادگاه از مردم روسیه خواست که با نشان اعتراض از حکم حبس او به خیابان‌ها برآیند. دانشگاه حربی گواردی ملی قزاقستان 2 کورسانت تاجیک را پس از یک ماجرا خارج کرده است. دانشجویان تاجیک میگویند آنها از دیدوشینه و یا بدرفتاری همسبقان قزاق خود جبر دیدند، اما مأموریت آنها را گناهکار شمرده از دانشگاه راند. بر اساس فرمانهای اخراج که رادیوی آزادی هم نسخه های آنها را در دست دارد، زیارتشاه قربانوف و عوض قربانوف از روز 15 ینور از دانشگاه خارج شدند. مأموریت دانشگاه ادعا دارند که دانشجویان تاجیک یک همسبق خود را لطوکوب و قاعده های تحصیل را زیر پا کردند و از این رو اخراج شدند. زیارتشاه قربانوف و عوض قربانوف دانشجویان شعبه‌های گوناگون دانشگاه حربی گواردی ملی قزاقستان در شهر پتروپاولوسک میگویند در این دانشکده از بدرفتاری همسبقان خود جبر دیدند، اما مأموریت دانشگاه به جای عادلانه بررسی کردن قضیه آنها را لطوکوب و مجبور کرد که گناه را به دوش گیرند و بر ضمن این از دانشگاه خارج کردند. دانشجویان تاجیک را وزارت امور داخلی برای تحصیل به قزاقستان فرستاده است.
طبق اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان زیاد از یک هفته است که در کشور یگان حالت سرایت به کرونا ویروس نو ثبت نشده است. آمار این نهاد نشان می‌دهد که بار آخر روز 10 ینور 3 حالت سرایت به کرونا ویروس ثبت شده بود. طبق اطلاع وزارت تندرستی از آغاز پاندمی تا امروز گرفتاری 13308 نفر در تاجیکستان به کووید 19 ثابت شده، 99% آنها شفا یافتند. وزارت میگوید این بیماری تاکنون در کشور 90 قربانی داشته است. با اینکه مقامات وزارت بهداشت تاجیکستان به کاهش یکباره میزان آلودگی به کرونا ویروس تاکید میکنند، شبهه ها در درستی آمار رسمی هنوز هم برطرف نشده است. این ناباوری پیش از همه از مدتی دراز رد شدن وجود کرونا ویروس در تاجیکستان در بهار سال گذشته منشأ میگیرد. بیشتر از 4 سال است که در مقامات دادگاه بحث حجتگزاری یا به کی تعلق داشتن 2 منزل در بلند آشیانه‌های شهر خوجند خاتمه نمی‌یابد. استقامت کنندگان این خانه‌ها میگویند چند ده سال پیش برای خریداری آن به صاحبانش مبلغ داده و با سبب نابسامانی‌های روزگار نتوانستند آن را به نام خود حجتگزاری کنند، ولی جانب دیگر فروخته شدن خانه‌هایشان را تصدیق نمی‌کنند. گزارش فرزان محمدی در این باره است. یک مرد اسرائیلی تبار که زمان جنگ داخلی تاجیکستان را همراه عائله‌اش ترک کرده و منزلش را در اختیار باشندگان حاضرش گذاشته است، بعد از 26 سال دخترش به اینجا برگشته می‌خواهد خانه پدرش را بازپس گیرد. مقدس شمس‌الدین و ساکن محله 34 شهر خوجند 25 سال است که در این خانه زندگی می‌کند و می‌گوید برای آن $1000 آمریکایی داده ولی نتوانسته است صاحب ملکی خود را حجتی کند. صاحب پیشینه خانه به اسرائیل می رود و دیگر بر نمی گردد. خداونده گفته که راستپیسکی نگرفتگی. سانی و آدم گفته که دکومنت کنی پرسیدگی مادرم. و آدم گفته که همون گرینبرگ ارکادی گفته که گفتگی زنم اسرائیل به گرام برفتگی بقیتش. من همون اسرائیل بروم باش ما میفرستونم. پوچتکتی میفرستونم. بعد این آدم رفتن. مادرم پول دادن و خونه کلید دست مادرم دادم. بعد از 8 سال انتظار چون صاحب خانه حجت ها را نمیفرستد، مقدس در سال 2003 از اداره های شهر برای این خانه شناسنامه فنی میگیرد. ولی بعد از وفات ارکادی گرینبرگ دخترش یلنا گرینبرگ سال 2016 برای پس گرفتن خانه همچون میراث پدر به دادگاه خوجند عرض میکند. موافقه سنات‌های سودی اعتبار قانونی پیدا کرده شده. شمس‌الدین مقدس از اول همچون ساکن موقتی به همین حجره بحثی وارد گشته تا این دم نمیخواهد که این خانه را خالی کنند. از روی سنات‌های سودی نیز حالتها تصدیق کرده شده است که شمس‌الدین مقدس نه به دولت نه به سابق صاحب خانه صاحب گرینبرگ ارکادی یگان مبلغ پولی نداده است. اکنون 4 سال است بحث جانب‌ها در دادگاه ادامه دارد و بارها مسئولان دادگاه به خانواده مقدس هشدار دادند که خانه را به صاحبان اصلیش برگردانند. ولی بعد آنکه شوهر او در نزد دادگاه عالی قصد خودکشی کرد، تعیینات پرونده موقتا بازداشته شده است. خانواده نصیبه خان رحمت و ساکن دیگر شهر خوجند در محله 19 نیز عین چنین بحث خانه را با مالکان پیشینه‌اش دارد. آنها میگویند سال 2001 در بینای سیمی همین محله خانه 4 حجرگی را خریدند، اما نتوانستند معامله را سری وقت حجتی کنند. خانه را با گرجش گرفتگی $4500 شتات‌های متحده آمریکا. خانه را دیدیم. اول حجت‌های خانه ما البته اول حجت‌های خانه دیدیم که در دستشون هم حجت‌های خانه بود. شکل پره گزارش فرزان محمدی را در وبسایت رادیوی آزادی و کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 19 ینور چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان در برنامه نوید بامداد تقدیم شما شد. با ما بودن را فراموش نکنید و نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا صبح دیگر، خدا نگهدار.